بزمک و پدر من دمش زده است. من تا روز زنده هم باید برام دمش تا بزنم در شکم بزمکو. من امو قصد ندارم. من اگر دولتی هزار خیل شوم بزمک و بخپم باید دمش در شکمش بزنم. قصد پدر ما بگیرم باید. من قصد پدر ما باید بگیرم. اگر نگیرم من برادرانی که در زندان فعلا قرار دارند و نزدیکانشان در بیرون، انا همون عبدالقهار دولت است. انا همون افرادی که بیگناه شما زندانی نمودید. زید سعید است، بزرگ مهریاروف است، محکموف است و صدها و هزارها بیگناه دیگر که فعلا در زندان قرار دارند و زجر از دست شما میکشند. وقت داخل زندان انداخته میشوند و از آن گرفته میشوند، پرسیده میشود از آنها که شما در دنیا در خانه های شیک، در ماشین های خوب، زیر پاتون سکرترکاها، میلیاردها، ظلم و ستم ها، بر کباب ها، شراب های 25-30 هزار دلار می نوشیدید. آیا نعمت را در دنیا دیده بودید؟ والله میگن نعمت ندیده بودید. اون روز نزدیک است، اون روز میرسد. آغاز این برنامه خود را با چنین کلمات انا لله و انا الیه راجعون شروع می نمایم و واقعا هم هفته سپری گشته که دقیقا برای ما دیروز و می توانیم بگیم حدودی 2 روز شد معلومات به ما رسیده است در مورد از دنیا گذشتنی یکی از پیران خرد و زندانیان سیاسی که در زندان رحمانوف جان خود را از دست داد و واقعا هم خیلی برای ما و تمامی افرادی که بابای میرزا عمر را می شناختند یک چیزی است که خیلی ما را به دقتی خود جلب نمود و واقعا نمیتوانیم بدون اشک این حالت را پذیریم. چنانه که دیروز پیام تسلیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد نشر گشت و میخواهم که آن را فعلا تقدیم شما بینندگان گرامی نمایم. در پیام تسلیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مناسبت درگذشت مظلومانه بابای میرزا عمر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از درگذشت مظلومانه تبرک میرزا عمر عضو فعال و سابقه دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اندوهگین بوده و خانواده، پیوندان و نزدیکان و یاران و همصفانش اظهار همدردی و تسلیت می نماید. مرحوم تبرک میرزا عمر 77 ساله و ساکن دهه فریشتی جماعت سیمگنج ناحیه وحدت بود و یکی از سابقه داران و فعالان حزب نهضت بوده. بر اثر ناآرامی های سالهای 92 تاجیکستان را ترک کرد و بعد بازگشت از هجرت مدت راهبریت بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه وحدت را به عهده داشت. سال 2015 رژیم تاجیکستان مرحوم بابای میرزا عمر را با جرم همدستی در بنام آشوب حاج حلیم نظرزاده همراه 2 فرزندش بازداشت و پس از شکنجه زیاد بدون وکیل دفاع و در دادگاه پشت درهای پوشیده و مدت 23 سال از آزادی محروم کرد. 2 فرزندش هنوز در زندان می باشند. خبر درگذشت بابای میرزا عمر در حال می رسد که بنا به اطلاع منابع و روز 12 ینور سال جاری در زندان درگذشته و سبب مرگ او تا به حال ناروشن باقی میماند و تا هنوز مقامات تاجیکستان علت مرگ او را به طور رسمی شرح ندادند. بابای میرزا عمر شخصیت صادق، سخاوت‌پیشه و حلیم بود. او عمیقاً باور داشت که مبارزه هایش برای آزادی و عدالت نتیجه خواهند داد و مردم تاجیکستان روز لذتی زیستن در کشور پیشرفته و آزاد را خواهند داشت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار دیگر همدردی عمیق خود را و خانواده مرحوم و همصفان و جانبدارانش ابراز نموده از درگاه خداوند بزرگ برای بابای میرزا عمر جنت الفردوس و برای بازماندگانش صبر و بردباری طلب می نماید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
19 ینوری سال 2022. روح ایشان شاد باد و الله برایشان جنت فردوس را مهیا نموده باشد و خداوند همه آن زجر و عذاب و همه آن حالات نابهنگام و حالتهای در سیه‌چالی رحمانوف و سربرده‌اش را سبب کفاره گناهان ایشان نموده باشد و ان شاء الله ما قصاص تو را بابای میرزا عمر از آن افرادی که شما را به گناه زندانی نمودند خواهیم گرفت. قصاص شما برگردن ما و برگردن تمام ملت و مردم عزیز کشور است و این را باید رژیم خوناشام رحمانوف بداند که ما دیگر پدران و بابایان و برادران و نزدیکان نداریم که از دست شما بدون گناه و برای امبیتسیه های شخصی رحمانوف در زندان ها و در هجرت کشته و یا بمیرند. واقعا شما انسانیت و حیثیت ندارد که افراد سالمند را که عمرشان از 70 گذشته را رحم ندارد که آنها را رها نماید و هر کار نموده باشند در حال هیچ کار انجام ندادند، در حال چیزی اینها انجام ندادند که برای اینها زندانی نمودند یا اینکه در زندان از دنیا گذشتند در آخر حیات اینها چیزی باشد که اینها آن را بچشند. اگرچند بزرگان این ملت ما و این امت عواقب و آخرهای عمر خود را در حالتهای ناگوار، در حالتهای زندانی شدن، در حالتهای شلاق خوردن از دنیا رفتند و این رسم است بر سر ما تا اینکه خداوند ممکن است که بخواهد با اون زجر و عذاب‌هایی که ما از دنیا گذشته ایم در نزد او بخیزیم و در نزد او دعواهای خودمان را از این ظالمان نماییم. امیدواریم که هیچ خونهای ریخته و هیچ زندانی هایی که در زندان کشته شدند آنها بدون مجازات این ظالمان را خونهای پاک ریخته آنها نخواهد گذاشت. هرگز خداوند را غافل از آن چیزی که این ظالمان عمل میکنند نپندارید. الله مهلت میدهد. الله 30 سال از مهلت داد. الله امکان است که چند ماه و روزی دیگر نیز و این ظالمان چون رحمانوف و مقامدارانی که با او هستند مهلت بدهد، ولی الله هرگز فراموشکار و فراموش خاطر نیست که آنچه که یعمل الظالمون، آنچه که این ظالمان عمل میکنند هرگز الله سبحانه و تعالی این عمل کرد و این کردار ایشان را فراموش نمی کند. و خداوند اگر مؤاخذه خود را در این دنیا بالای این ظالمان بیارد که عجب کار خوبه، ولی انشاء الله ما تمنا و آرزو و این آرزو را داریم که میخواهیم این ظالمانی که این ملت را کشتند و بر آنها چیره شدند و ما را بدرغه و بیوطن و دربدر و پناهنده و مهاجر و جمشود و چرک نمودند، انشاء الله اینها و این عملکردهای خود حتما در نزد محکمه عادلانه این ملت جواب خواهند داد و آن روز خیلی نزدیک است. منصور عمروف اکنون این را که نامردانه یا کشتید یا اینکه خودش از دنیا گذشت با آن عمری که خداوند برای او 77 سال داده بود و آن به اتمام رسید. البته در داخل زندان بودن کار آسان نیست. البته در داخل زندان بودن و در آن عمر به سر بردن کار آسانی نیست. اکنون همان پدری که 70 ساله است یا مثل همین است، این بزرگتر است، حالت فکر که در داخل زندان باشد و در همونجا جان بود یا منصور عمروف چی میشه وضعیت؟ چه خیلی فکر میکنی؟ برای فریدون در زندان بودن مادرت از دنیا گذشت در غمای فریدون. انا اکو فکر که پدرت اگر که به مانند همین است، رحمانوف کو به پدر است، اون ولد زینای پدر نداره، نه که تو پدر داری. اگه پدر تو در جای همین بوده میمرد چی خیلی میشید وضعیت تو چی خیلی میشید؟ پدر یوسف رحمان کو خوب معلوم بود رفت، پدر مراد کو خیلی همو خیلی، پدر زندان همون نفرایی که مردم از زندان میکنید به گناه پدرهای شما اگر در جای همین میشدند شما چی فکر میکردید؟ شما در کدام حالت قرار داشتید؟
پس فکر کنید که هر یک پدری که در اون دنیا در اون زندان‌های شما قرار دارد فرزندان و نزدیکان در بیرون دارند و همه همونها وقتی من میگم قصدگیر از ملت تاجیک، اگر شخصی که قصاص پدرش نگیرد پس اون فرزند نیست. بزمکوف پدر من 2 مشت زده است، من تا روز زنده هم باید برام 2 مشت بزنم در شکم بزمکوف. من امو قصد ندارم. من اگر دولتی 1000 خیل شوم بزمکوف بخپم باید 2 مشت در شکمش بزنم. قصد پدر ما بگیرم باید. من قصد پدر ما باید بگیرم. اگر نگیرم من فرزند صالح نیستم. انمی مردم قصد پدراشون از شما میگیرن. انمی مردمانی که شما در زندان کشتید، انمی مردمانی که در زندان شما قرار دادید وضعیتشون را بزیب کردید، حتما اونها قصد پدرهاشون از شما میگیرن. حتما اینها قصد برادراشون از شما میگیرن. حتما منتظر رسیدن اون ساعت باشد. های ظالمانی که در سر ریاست اجرای جزای جنایتی قرار داره، های نورالدین رحمانوفی بدبختی که مردمان را پرس میکنی و فرمانال میکنی و میگیری عذاب و شکنجه میکنی، منتظر باش که انا همین حالت به سر شما روز میرسد. منتظر باش یوسف رحمان، منتظر باش شیر محمد شاهیان، منتظر باش وزیر عدلیه، منتظر باش منصور عمروف که این وظیفه را به عهده گرفته در حالی که مردمان در داخل زندان به حالتهای وخیم گرفتارند. حتما به کیفر اعمالتون خواهد رسید. من یگان تهدید ندارم. من آنچه که یک انسان یک تاجیک فکر داره همون گپ تاجیک گفته ایستم. شما بگناه. من اونهایی که جنایت انجام دادن اونها باید زندانی شوند. اونها در هر حکومت زندانی میشوند. من منظورم انا همون زندانیان بگناه سیاسی است. انا همون محمد علی حییت است. انا همون رحمت الله رجب است. انا همون سیف الله زاده است. انا همون مولای محمد علی فیض محمد است. انا همون قیامدین است، قیامدین عوض. انا همون برادرانی که در زندان فعلا قرار دارند و نزدیکانشان در بیرون. انا همون عبدالقهار دولت است. انا همون افرادی که بگناه شما زندانی نمودید. زید سعید است، بزرگ مهریاروف است، محکموف است و صدها و هزارها بگناه دیگر که فعلا در زندان قرار دارند و زجر از دست شما میکشند. حتما قصاص اونها گرفته می شود. اگر من کشته شوم، افراد از این ملت هستند که قصاص نزدیکانی ظلم شده خود را از شما بگیرند. پس شما بار دیگر براتون میگویم از حالا نوآوری های تجدیدهای حالتهای سبکی های برای زندانیان در اخیر بیارید. چنانه که یک حدیثی است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میگه میارند روز قیامت به انعم اهل دنیا، و شخصی که در دنیا بهترین نعمت ها را دارا بود. رستم میارند یا آزاده را میارند یا شاروخ هم میارند و میدرارنش در داخل جهنم و از اونجا میبرارنش. میگن که چی دیدی؟ هل رأیت نعیما قط؟ آیا در دنیا نعمت دیدی؟ چی میگوید؟ والله ما رأیت نعیما قط، هرگز من نعمتی ندیدم. میگه وقتی عذاب جهنم میبینه، اون رستم، اون آزاده، اون شاروخ رحمانوف، عزیز ما یوسف رحمان، شیر محمد شاهیان، اس یتیموف و امثال این ظالمانی که این مردم و ملت را در حالت تنگنا قرار دادند، وقتی داخل زندان انداخته می شوند و از آن گرفته می شوند، پرسیده می شود از آنها که شما در دنیا در خانه های شیک، در ماشین های خوب، زیر پاتون سکرترکه ها، میلیاردها، ظلم و ستم ها، بر کباب ها، شراب های 25-30 هزار دلار می نوشیدید. آیا نعمت را در دنیا دیده بودید؟ والله میگن نعمت ندیده بودید. اون روز نزدیک است. اون روز میرسد. اون روز رسیدنی است. هرگز ما از رحمت الله ناامید نیستیم. اما یک محمد علی حییت مظلوم و یک موسفید مظلومی که در دنیا عذاب دید و در زندان کشته شد و از دست این ظالمان به قتل رسید، وارد جهنمش می نمایند، وارد بهشتش می نمایند و از اونجا می گیرند. اون مظلومی که در دنیا عذاب دید، در دنیا وضعیت خراب داشت، وقتی از
جنت میگیرنش، میگن در دنیا عذاب دیدی؟ آیا اس یتیموف، آیا نورالدین رحمان، آیا ظالم در زندان تو را عذاب داد؟ آیا رحمانوف برای تو ظلم کرد؟ میگه والله من هیچ ظلم ندیدم، چون در پیش نعمت جنت دیگر همه آنچه که بر سرش در این دنیا گذشته بود از یاد و خاطرش می رود. انا اون از زندگی ابدیت، انا اون از آن چیزی که ما را الله وعده نموده است، انا اون است ما آن چیزی که در انتظار وعده الله هستیم و هرگز الله وعده اش را خلاف نمی کند. اینجاست که ما در این مبارزه مقدس بر علیه ظالمان چون شما قد علم نموده ایم و نه از میلیاردهای شما میترسیم و نه از اون اجیر شده های 30 نفره که به اروپا برای قتل و کشتار ما فرستاده اید، چون که ما مرگ را زندگانی دوباره میدانیم، مرگ را زندگانی جدید دیگر میدانیم که پس از اون دیگر ظلم نیست، پس از آن دیگر مرگ نیست، پس از آن دیگر خلود و ابدیت است. اینجاست که ما هنگام مبارزه بردن از چیزی هراس نداریم و هراس و ترس ما تنها از آن احکام الحاکمین است که هیچ هراس از کسی و از چیزی، از ارتش، از سلاح، از میلیاردهای، از کیلرهای شاروخ، از قاتلان اس یتیموف، از مخوفان چون رمضان رحیمزاده و چون یوسف رحمان و چون زندان کننده های نداریم. چرا؟ چون که ما زندگانی ابدیت و خلود را برتر از اون چی که شما بر ما دیکته میکنید و میخواهید دیکته کنید و بر ما آن را انعام نمایید میدونیم. این است حیات ابدیت، این است آن چیزی که ما در انتظار اون هستیم. و این خاطر اگر این ظالمان پند نگیرند از آن چی که در کشورهای همسایه گذشته ایستاده است، باور کنید وضعیت آنها از اون یلبسی هم بدتر و وزمینتر خواهد شد.